رایگان توبت کنید. طبیبان پاسبان بخت انسانند. طبیبان پاسبان بخت انسانند. طبیبان رازدان دردمندانند. طبیبان با اجل مشت و گریبانند. اگر گویند ابن سینای دو آنانند. در حقیقت من همچون سابقه داری صاحب مکتب و معارف درست حس میکنم که بختیار شایف شاگرد حقانی ابن سینا است. شاید از این گفته های من برآید که باز در رفتی کاری بختیار شایف یک شک و شبهه هست. لیکن من که قریب 2 سال شد بختیار شایف رو میشناسم، هم از نزدیک هم از دور و هم از آدم میفهمم. بختیار شایف برای پول و مبلغ کار نمیکند، فقط برای ثواب، برای همچون شهروند حقانی تاجیکستانی عزیز خود بودم، برای سلامت نگاه داشتن مردم تاجیک. من میدونم که بختیار شایف بسیار کسا رو بی پول تبابت کردن، بی پول، چون که وای کم‌جزاعت بود، چون که وای نادار بود. شاید که یگان دارای هم باشد که اگر وای کند بختیار شایف فقط سلامتی هم آدم رو میخواهد. برای من از شهروندان عزیز تاجیکستان خواهش میکنم که من از این خیلی طبیبان خداداد بیایم. من باز یک خرسندی بالای خرسندی است که من 2 ماه پیش من با اتاق کاری بختیار شایف اومدم و کس رو نیافتم. آن کس برای حمایه کار علمی دکتر فن‌های طب در شهر مسکو بودن. ما فخر میکنیم که من قریب این خیل هم طبیب خلقی هم صاحب استومورشناس در تاجیکستان ما کم بودن. طبیبان تاجیک بعد تلاش و زحمت‌های زیاد راه‌های گوناگونی برطرف نمودن این بیماری را در کشور آموخته به راه ماندند که ما می‌توانیم از خدمت آنها استفاده نماییم. و البته حتی بعضی چیزهای من ممکن از بختیار در تجربه خودم گیرم، از تجربه همه آدم، از هر یک کس یک تجربه گرفتن ممکن است. گرچنده که من در نزد استادانی که دکتر فن‌های طب هستند درس گرفتم در سایه استونی نمی‌شود. بعضی الیمنت هایی که مثلا بختیار کرده میتواند حتی در آنجا با ما همین چیز گفتگیشون نیست که این تجربه هست. هر یک انسان یک چیز آموختن داره.